امیدوارم که حالتون خوب باشه. فرشید سهراب هستم، نوازنده و مدرس ساز سنتور. توی این ویدیو قصد داریم قطعه شماره 50 از کتاب شیوه سنتور نوازی استاد پشنگ کامکار به اسم لاله سر که یک ترانه بختیاری هست رو با هم دیگه کار کنیم و نوازندگیش رو یاد بگیریم. قبل از هر چیز ممنون میشم که کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک کنید، سوالات و نظراتتون رو کامنت کنید و این پست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. ممنون که تا آخر ویدیو با من هستید. بریم که یه ویدیو خوب داشته باشید. خب قطعه شماره 50 یه قطعه دوچاره و شمارهشون براش به صورت 1 و 2 و میشه. یه نکته جذابی که تو این قطعه یاد میگیریم و یه تکنیکی که اضافه میشه به نوازندگیمون اجرای نوت‌های ریز و تریل هست. نوت‌هایی که بالاش یه علامتی شبیه تی گذاشته دیگه، یه حرف تی انگلیسی گذاشته، مثل خط دوم میزان اول. تی اول کلمه ترمولو هست و معنیش این میشه که باید به صورت متوالی، به صورت راست و چپ، به اندازه کشش نوت روی اون نوت ضربات متوالی راست چپ بزنیم. یا بعضیا تعریف میکنن این نوت رو، توی فارسی بهش ریز میگیم، توی موسیقی ایرانی بهش نوت ریز میگیم و معنیش میکنن اجرای نوت به صورت تعدادی سلاچنگ، که در واقع همیشه به صورت تعدادی سلاچنگ نیست. در واقع شکستن نوت به تکه‌های کوچیک‌تره. در واقع ما تا الان کشش نوت‌ها رو یه جور دیگه داشتیم رعایت می‌کردیم. مثلا وقتی میگفتیم یه نوت سیاه داریم، خب یه ضربه می‌زدیم میگفتیم یک و او. خب حالا اگه ما یه نوت چنگ و یه سکوت چنگ داشتیم که مجموعش معادله سیاه بود، چطور می‌زدیمش؟ همینطوری باز می‌زدیم یک و او هم که سکوت بود. پس فرقی بین این دو تا نوت عملاً توی نوازندگی ما تا الان نبود. ولی اگر ما قرار باشه کشش نوت رو نشون بدیم، اجرای این دو تا نوت، دو تا چیزی که بهتون گفتم، کاملا متفاوت میشه. وقتی نوت سیاه داریم یعنی یک او و او رو باید کاملا بکشیم به این شکل، به صورت راست و چپ متوالی. یک و او، یک و او. یعنی من یک و او رو که میگم به صورت متوالی ضربه میزنم و نمیشمارم هم که چند تا دارم میزنم. مهم نیست چند تا میخوره، مهم اینه که یک و او پر بشه با ضربات ریز، ضربات راست و چپ. حالا اگر چنگ رو بخوایم بزنیم، یه نوت چنگ با سکوت چنگ میشه یک و او. یعنی تو و او دیگه چیزی نمیزنیم چون و او سکوته. پس یه بار دیگه تفاوت این دوتا رو بشنویم. یک و او یعنی یه نوت سیاه، حالا یه نوت چنگ و یه سکوت چنگ. یک و او. پس وقتی بالای نوتمون تی میذاره یعنی اینکه کشش نوت رو به طور کامل نشون بده، یعنی ریز بگیر. پس ریز گرفتن به این شکله. حالا برای شروع چطور باید اینو تمرین بکنیم؟ اولا که شما باید شروع کنید این راست و چپ متوالی رو روی ساز یا روی پاتون به این شکل راست چپ راست چپ راست چپ بزنید یا بیاد رو ساز. سعی کنید انگشتا چسبیده باشه، زاویه ها درست باشه، مجرابا کاملا صاف حرکت بکنه، عمود بر ساز حرکت بکنه. اینو تمرین می‌کنیم. بعد یواش یواش بهش سرعت میدیم. تندترش می‌کنیم. تندترش می‌کنیم تا تبدیل به این بشه. البته ریز مدل‌های مختلف داره ولی فعلا وارد جزئیاتش نمیشیم. فقط در همین حد بدونیم. پایین صفحه رو اگر نگاه بکنید می‌بینید که توی اون توضیحاتی که پایین نوشته با توجه به استعداد و فیزیک دست و هنرجو میشه تریل و ریزا رو با نمونه‌های زیر اجرا کرد. نمونه اول چیه؟ اون نوت سل رو که بالاش تی هست توی الگوی شماره 1 تبدیل کرده به 4 تا نوت دولاچنگ. یعنی این یک و او دو او رو یک و اوش رو تبدیل کرده به 4 تا نوت، یعنی یک و او دو او. پس به جایی که بزنیم خب این دیگه خیلی ساده است، شاید برای شروع خوب باشه ولی شما باید تمرین کنید که حداقل مثل الگوی دوم بزنید، یعنی با سرعت 2 برابر. یعنی به جای اینکه 4 تا ضربه توی ضربه 1 بزنیم 8 تا بزنیم، یعنی بشه. اینو باید تمرینش بکنیم. یک و او دو او. یک و او دو او. پس این اجرای نوت ریز هست یا ترمولو. هر جا بالای نوتمون تی بود به این شکل با ضربات راست و چپ به اندازه کشش نوت پرش میکنیم. حالا اگر سیاه باشه یک و او، اگه سفید باشه یک و او دو او، اگه سیاه نقطه دار باشه یک و او دو او. به اندازه کشش نوت ضربات متوالی میزنیم. حالا تی آر چیه؟ چیزی که توی خط اول میزان سوم میبینیم یا میزان آخر میبینیم. اگر بالای نوتمون تی آر باشه
اجرای تریل و ریز کاملا شبیه همدیگه است، یعنی ضربات متوالیه. تنها تفاوتی که این دو تا با هم دیگه دارن اینه که تریل توی موسیقی ایرانی و توی نوازندگی ما همیشه با یه نوت بالاتر هست، یعنی دست چپ شما باید یک نوت بالاتر از نوت اصلی باشه. برای مثال اینجا ما نوت ر داریم که بالاش تریل گذاشته. خب اگر تی بود یعنی ترمولو بود، به جای اینکه یه ضربه روی ر بزنیم میزنیم ر ر ر ر. حالا که تریله دست چپ باید یه نوت بره بالاتر، یعنی میشه رمی رمی. به جای ر ر ر ر میزنیم رمی رمی. توی الگوی پایین آخرین خط اینو بازش کرده، تریل ر رو به صورت 4 تا سلا چنگ رمی رمی نوشته. پس به جای اینکه نوتمون هست ر ر دو سی دو میزنیم رمی رمی ر دو سی دو. پس هست ر ر دو سی دو با تریل میشه. باید جدا از بته بشین تمرین بکنید. اولین 4 تایی رمی رمی، بعدش میشه اینو جدا از قطعه تمرین کنید که بعد که میاد تو قطعه به مشکل نخوریم. این نکته جدید و جذاب این درس شماره 50 بود که باعث میشه خیلی قطعاتون قشنگتر بشه و این تکنیک رو، این مهارت رو میتونید تو درس‌های قبلی اضافه بکنید. خیلی از درس‌ها رو که من میگم با تکنیک براتون اجرا میکنم، یکی از تکنیکایی که داریم همین ریزها هست، یکی دیگه تریل ها هست که باعث میشه خیلی قطعه پر بشه، خیلی حرفه‌ای‌تر اجرا بشه. و یه نکته دیگه هم که اینجا جدید هست توی خط دوم یه میزان مونده به آخر، اون نوتی که زیر خط چهارم نوشته شده. ما این نوت رو تا حالا نداشتیم تو سنتورمون و عملا ما این نوت رو تو سنتورمون نداریم و یه جورایی خودمون میسازیمش. چطور باید این کار بکنیم؟ این نوتی که زیر خط چهارمه، ببین ما همیشه نوتمون تا نوتی که زیر خط سوم اضافه نوشته میشد کار شده، یعنی نوت می که رو سیمای زرد اجرا میشد، خط اول سیمای زرد نوت می. حالا اینجا نوتمون زیر خط چهارمه، خب یعنی دو نوت پایینتر از می، یعنی قبل از می که زیر خط سومه یه نوت داریم که روی خط چهارمه که میشه یه نوت قبل از می میشه ر، و این اومده زیر خط چهارم میشه یه نوت قبل از ر میشه دو. خب ما این دو رو باید تو سنتورمون بسازیم. چطور این کارو میکنیم؟ باید خرک رو یه ذره به سمت راست بکشیم و سیما رو شل بکنیم یه خورده که یه صدای دوی بمتر از اون سه تا دویی که داریم، یعنی در واقع توی این حالت ما 4 تا دو تو سنتورمون داریم به جای 3 تا. یه دو که رو سیمای پشت خرک، یه دو رو سیمای سفید، یه دو رو سیمای زرد و یه دوی بم هم حالا اینجا ساخته شد. این دوی بمه خیلی کمک میکنه که به قطعمون یکم بیس میده. ولی خب الان از شما توقعی ندارم که بخواید شما این سازتون رو کوک بکنید. اگه بلد باشید کوک بکنید که خیلی خوبه. خرک اول رو باید تغییر بدید و شل کنید سیما و نوت دوی بم رو بسازید. ولی اگر داریدش که چقدر خوب، اگر نداریدش از همون دوی سیمای زرد برای اجراش استفاده بکنید. ولی خب صداش خیلی متفاوت میشه دیگه. بهتره که این پایین داشته باشید. ولی اگر ندارید چاره‌ای نیست، مشکلی هم نیست. البته که به عنوان یه نوازنده یا سنتور شما باید بلد باشید که بتونید سازتون رو کوک بکنید. چون ساز سنتور سازیه که به هر حال هر 3 ماه 4 ماه یه بار تو بهترین شرایط باید کوک بشه و خیلی وقتا هر ماه باید این کوک تنظیم بشه و تغییرات کوکی که داریم، مثل همین الان که این نوت دو عوض شد، یه وقتایی ممکنه نوت ر زردمون تغییر بکنه یا بقیه سیما که تو دستگاه‌های مختلف عوض میشه. شما به عنوان نوازنده باید این مهارت رو داشته باشید که بتونید سازتون رو کوک بکنید متناسب با اون الگویی که خود قطعه بهتون معرفی کرده. و این مهارتیه که شاید میشه گفت 50% مهارت نوازندگی یه نوازنده سنتور مهارت کوک کردن سازشه. و خیلی از نوازنده هایی که صدای سازشون خیلی خیلی دلنشینه به خاطر اینه که مهارت خوبی توی کوک کردن سازشون و تشخیص فواصل داشتن. بهتون پیشنهاد میکنم حتما این رو یاد بگیرید. من خودم یه پکیج کامل آموزش کوک رو تهیه کردم که توش تمام نکاتی که شما باید بدونید رو توضیح دادم، از حالا آموزش تئوری که شما باید بدونید تا کوک کردن و حتی آموزش سیم انداختن که اگر یه موقع سیم سازتون توی کوک کردن پاره شد بلد باشید خودتون رو عوض بکنید و هیچ مشکلی هم نداشته باشید. اگر خواستید میتونید که پیام بدید تا اون پکیج رو تهیه بکنید. بسیار عالی. میریم شروع میکنیم قطعه رو. نوتا رو با هم دیگه میخونیم و میریم جلو. نوتامون هست سل ر ر ر ر توی میزان اول.
پس میزنیم سل ره 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 ره، میشماریمش یک و او دو او و او. میزان دوم می ره می فا ره، می ره می فا ره. دقت کنید که بعد از میزان دوم یه علامت تکرار داریم و این علامت تکرار یک میزان قبله، یعنی فقط اون میره میفاره رو دوبار میزنیم. این اشتباهیه که خیلی وقتا اون اجرا میکنن و فکر میکنن باید از اول کل این قسمت تکرار بشه. نه، فقط میزان دوم باید دوباره اجرا بشه. پس میزنیم میره میفاره، میره میفاره، میشماریمش یک و او دو او و او، یک و او دو او و او. میریم قسمت بعد، میزان سوم همون تریل بود که توضیح دادم. پس میزنیم رمی رمی برای تریل، بعد ادامهش ره دو سی دو، پس میشه رمی رمی ره دو سی دو. یه بار دیگه رمی رمی ره دو سی دو، میشماریمش یک و او دو او و او. اینجا یه کمی این میزانه، این تریله تمرین میخواد. ببینید تو یک باید یه رمی رو بزنیم، تو او رمی بعدی رو بزنیم. در واقع دست راست ما روی اون تیکه های شمارشی که میگیم میفته، یعنی یک او و بین این یک او باید چپ هم بخوره، یک او. پس چه؟ یک او و او دو او و او. میزان بعد ره می ره دو سی لا سل، ره می ره دو سی لا سل، یک او و او دو او و او. دو میزان بعد یعنی میزان آخر خط اول و میزان اول خط دوم نوتامون هست ره می ره دو سی دو که مثل همون میزان دو تا میزان عقب‌تر بود و خط بعد ره و سل زرد. پس میزنیم ره می ره دو سی دو ره سل، میشماریم یک و او دو او و او، یک و او دو او و اینجا یک عبارت کامل میشه. از اول تا اینجا رو بشنویم. میریم سراغ قسمت بعد. حواسمون باشه که اون جمله باید دو بار اجرا بشه. خط دوم میزان دوم ریز سل رو داریم، یعنی به اندازه یک و او رو روی سل ریز میگیریم. دو او و او نوتمون هست لا سی، پس میزنیم یک و او دو او و او، یک و او دو او و او. حالا بسته به سرعت دستمون تعداد ضرباتمون میتونه متفاوت باشه. شما برای شروع، برای اینکه یک نظمی به کارتون بدید، اول 4 تایشو تمرین کنید، بعد 8 تایشو تمرین کنید، ولی در کل هیچ تعدادی رو برای اینا فعلا نیازی نیست در نظر بگیریم. یه جاهایی هست که تعداد ریز قاعده و قانون خاصی داره، ولی توی حالت کلی مهم اینه که کشش رو رعایت بکنید. پس میزنیم یک و او دو او و او. میزان سوم خط دوم نوتمون هست ره دو دو سی سی لا لا سل، ره دو دو سی سی لا لا سل، یک و او دو او و او. میزان بعد سی دو سی لا لا سل لا سی و میزان بعد سل 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 دو سل سل. پس این دو میزان رو اجرا میکنیم سی دو سی لا لا سل لا سی سل 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 دو سل سل. دوه خیلی حالت خاصی به قطعه میده، ولی اگه نداشتید این دو رو از دو بالا استفاده بکنید. ولی خب قطعا دو پایینی یه صدای دیگه‌ای داره و یه حالت متفاوتی داره. خیلی خب، پس این قسمت که دوباره تکرار میشه از خط دوم میزان دوم، جمله‌شو بشنویم. میریم سراغ قسمت بعد. میزان آخر خط دوم جفت دو دو و یه دونه تک سل، دو دو سل میشه یک و او دو او و او. خط سوم دو سی دو ره سی، جفت لا و فا سی لا سل. پس دو میزان اول خط سوم دو سی دو ره سی فلا سی لا سل. پس میشه اینجا هم یه نکته جدید داریم. اگر این بالاشون 8 تا 7 رو ننوشته بود، همیشه دست راست باید نوت پایین رو اجرا بکنه تو حالت کلی، ولی اینجا اومده بهش راست و چپ داده. بالاش نوشته 8، زیرش نوشته 7.
یعنی اینکه نوت بالایی باید با دست راست اجرا بشه. پس دست راست رو لا باشه، دست چپ رو فا باشه. حتما به این شکل باید اجرا بشه. اگه برعکس بزنید اینجا بیشتر تاکید روی فا میفته، در صورتی که ما می‌خوایم تاکید روی نوت لا بیفته. پس دو میزان اول خط سوم با شمارش 1 و او 2 و او 1 و او 2 و او. دو میزان بعد دوباره همین داره تکرار میشه و به خاطر همین راست و چپ دیگه براش نذاشته. دوباره همین رو باید تکرار بکنیم. دو میزان بعد نوتامون هست تریل ر، یعنی میزنیم رمی رمی، ر دو سی دو سی دو ر سول. پس میزنیم رمی رمی ر دو سی دو سی دو ر سول. میشماریمش 1 و او 2 و او 1 و او 2 و او. میزان آخر خط سوم 3 تا راست یه چپ، به راست چپش توجه بکنید. دو 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 سول دو 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 سول، راست 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 چپ راست 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 چپ، دو 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 سول دو 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 سول، 1 و او 2 و او. خط چهارم دو میزان اول دو دو ر سی لا سی لا سول، دوباره دو دو ر سی لا سی لا سول. پس دو میزان اول خط چهارم با دو میزان بعدی یکی هست. دوبار میزنیمش 1 و او 2 و او 1 و او 2 و او 1 و او 2 و او 1 و او 2 و او. و چون این حالت رو توی خط سوم هم داشتیم دیگه راست و چپ براش نذاشته و راست چپ باید دقیقاً مثل همونجا بزنیم. تو جفتا دقت کنید که دست راست باید بالا باشه توی این قطعه، به خاطر اینکه خودش مشخص کرده. دو میزان بعد یعنی میزان پنجم و ششم توی خط چهارم رمی رمی ر دو سی دو سی دو ر، دقیقاً توی خط بالایی همینو داشتیم. میزنیم رمی رمی ر دو سی دو سی دو ر سول، 1 و او 2 و او 1 و او 2 و او. و خط بعد یعنی قسمت بعد، جمله بعد که میشه از میزان آخر خط چهارم تا آخر قطعه تا ولت 1 دقیقاً تکرار خط دوم از میزان دوم هست، فقط یه بار با ولت 1 نوشته که دقیقاً همونه. بار دوم توی تکرار ولت 1 رو حذف میکنیم، یعنی اون میزان آخر حذف شده، فقط سولش باقی مونده، بقیه نوت ها دیگه حذف شده. پس میزنیم 1 و او 2 و او 1 و او 2 و او 1 و او 2 و او 1 و او 2 و او. ولت 2 بدون نوت سول فقط اجرا میشه. بسیار عالی. با مترونوم اجراش میکنیم از اول تا آخر که بدونید شما باید چی بزنید و چطور اجرا بکنید. مترونوم رو تنظیم میکنیم رو سرعت 80، خودش گفته بین سرعت 50 تا 80، ولی شما کلا بر همه قطعه ها باید بتونید یک رنج سرعتی مختلف رو امتحان بکنید. مثلا با سرعت 50 بزنید، با سرعت 60 بزنید، 80 بزنید، حتی ببینید چقدر میتونید بالا ببرید. مثلا با 100 امتحانش بکنید ببینید چطوری، با سرعت مختلف امتحان بکنید. 1 2 1 و 2 و 1 و او 2 و او. این هم اجرای این قطعه با مترونوم. حالا اگر یک کمی روان‌تر، یک کمی پرتکنیک‌تر بزنیم تبدیل به این میشه.
امیدوارم که این ویدیو مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ممنون که تا آخر ویدیو با من بودید. ممنون میشم که کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک کنید، سوالات و نظراتتون رو کامنت کنید و این پست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید.